درود بر شما. من سجاد ابوحمزه هستم و این چهارمین قسمت از آموزش ریاضی نهمه. تو این قسمت میخوایم در مورد مجموعه مرجع و متمم یک مجموعه با هم صحبت کنیم. بریم روی قلم‌نوری. بسیار خوب، بریم سراغ معرفی مجموعه‌های خاص. دقت کنید که توی این دایره‌های تو در تو شما یک سری مجموعه می‌بینید. اولین مجموعه و کوچکترین مجموعه‌ای که میشناسید در حال حاضر مجموعه اعداد طبیعیه، در مجموعه‌های معروف منظورمه. خب 1 2 و 3. اگر به مجموعه اعداد طبیعی 0 رو اضافه بکنیم، مجموعه اعداد حسابی ساخته میشه. اوکی، یعنی میشه 0 1 2 3. و اگر به این مجموعه، یعنی مجموعه اعداد حسابی، اعداد منفی 1 و 2 و 3 رو اضافه بکنیم که میشه -1 -2 -3 تا بی انتها، مجموعه اعداد صحیح ساخته میشه. و بالادست این سه تا مجموعه یه مجموعه‌ای هست به نام مجموعه اعداد گویا. همونطور که دقت میکنید در مجموعه اعداد گویا قابلیت نمایش همه اعضا وجود نداره. یعنی چی؟ یعنی اومده نوشته مجموعه Q اعداد گویا عبارت است از همه کسرهای آبیوم، اینا کسرن دیگه، به طوری که آ و ب باید عدد صحیح باشن. اوکی، یعنی این باید جزء اعداد صحیح باشه، آ و ب صورت و مخرج. همچنین میدونید که مخرج کسر نمیتواند 0 باشد. این رو به بیان ریاضی نمایش میدیم، به خاطر اینکه نمیتونیم بگیم که آقا 1/2 مثلا بعدش بیایم بگیم 1/3. اینطوری غیر ممکنه. چرا؟ چون بین 1/2 و 1/3 بی شمار عدد گویای دیگه وجود داره. و در نهایت دقت اگر کرده باشید اعداد طبیعی تو دل اعداد حسابی، اعداد حسابی تو دل اعداد صحیح و اعداد صحیح تو دل اعداد گویا قرار داره. پس در یک باکس بسیار مهم میتونید ببینید که اعداد طبیعی زیر مجموعه اعداد حسابی، اعداد حسابی زیر مجموعه اعداد صحیح و در نهایت اعداد صحیح زیر مجموعه اعداد گویاست. یعنی همه اینها زیر مجموعه اعداد گویا حساب میشن. خب 3 تا مجموعه خاص وجود داره. مجموعه اعداد زوج طبیعی که با ای نمایش میدن، مجموعه اعداد فرد طبیعی که با او نمایش میدن، ای اول کلمه ایون، او اول کلمه آد، و اعداد فرد اول رو هم که اعداد اول که 2 3 5 7 11 همینجوری میره بالا با پی نمایش میدن. خب ما یه مجموعه داریم به نام مجموعه اعداد گنگ. این اعداد گنگ بچه‌ها توی این دایره ها قرار نمیگیرن. یعنی اگر من بخوام برای شما در یک شکل شماتیک نشون بدم، اعداد گویا اگر اینجا باشه، یعنی این نمایش اعداد گویا باشه، در کنار اعداد گویا یه مجموعه دیگه متصل بهش قرار داره که به این میگیم مجموعه اعداد گنگ. یعنی اگر بچه‌ها این Q باشه کناریش Q پریمه که این دوتا با هم دیگه مجموعه بزرگتری رو تشکیل میده که بهش میگیم مجموعه اعداد حقیقی. این بود اسلاید اول. بریم سراغ اسلاید بعدی. در اسلاید دوم میخوایم در مورد تساوی مجموعه ها صحبت کنیم. عنوان تساوی مجموعه ها زیاد شاید کافی نباشه. 2 تا مجموعه که آینه همدیگه‌ان میشن 2 مجموعه مساوی. بچه‌ها 2 مجموعه زمانی مساوی‌اند که هر عضوی از A تو B باشه، هر عضوی از B هم در A باشه. دقت کنید وقتی میگم هر عضو A در B باشه یعنی چی؟ یعنی A زیر مجموعه B'ه. و وقتی میگم هر عضو B در A باشه یعنی هر دو تا شرط با هم برقرار باشه، یعنی B زیر مجموعه A باشه. این دوتا با هم دیگه یعنی اینکه آقا نهایتا A با B چیه؟ برابره. بنابراین شرط تساوی 2 مجموعه اینه که زیر مجموعه همدیگه باشن. پس اگر 2 تا مجموعه با هم مساوی باشن، اینجا دارید میبینید اگر 2 تا مجموعه با هم دیگه مساوی باشن حتما زیر مجموعه همدیگه هستن به تنهایی. اوکیه؟ بنابراین این مسئله یکی از مهمترین نکات این قسمته. به قول معروف میگن آقا یه مجموعه خودشو تو آینه ببینه میشه مجموعه مساویش، اونی که تو آینه قرار گرفته. به عنوان مثال
اگر بخوام با مثال عددی بگم، اگر مجموعه آ باشه 2 3 و مثلا رادیکال 25، مجموعه B باشه 9 سوم 5 و رادیکال 4، این دوتا با هم برابرن. چرا با هم برابرن؟ چون رادیکال 25 میشه 5، مجموعه A میشه 2 3 5، مجموعه B هم میشه 3 5 و 2 و میدونید در مجموعه ها جابجایی اعضا، ترتیب اعضا وجود نداره. بسیار عالی. بریم سراغ قسمت بعدی که ایستگاه حل مسئله است. تو این مسئله میخوام یک مثال بسیار مهم رو براتون توضیح بدم. میگه آقا این دوتا مجموعه با هم برابرن. وقتی دوتا مجموعه با هم برابرن یعنی تمام اعضای مجموعه L در مجموعه S هست و تمام اعضای مجموعه S در مجموعه L هست. پس با توجه به این نکته‌ای که گفته شد میتونیم در واقع رابطه‌ای بین این دوتا برقرار کنیم. ایگرگ منهای 2 و 11 یعنی اعضای مجموعه S این دوتاست. اعضای مجموعه L چیه؟ 5 و X به علاوه 2. اوکیه؟ خب این دوتا نظیر به نظیر اگه بخوایم بگیم کسی 11 رو به 5 وصل میکنه؟ نه، 11 که با 5 برابر نیست که. 11 برابر میشه با X به علاوه 2، از این طرف 5 برابر میشه با Y منهای 2. چون این دوتا مجموعه با هم چی هن؟ مساوی هن. خیلی ساده. Y منهای 2 شده 5، پس Y میشود عدد 7. اون طرف X به علاوه 2 شده است 11، پس Y میشود 9. خب از ما چی خواسته؟ X که شد 9، Y که شد 7، جمع این دوتا با هم میشود چند؟ 16. بسیار خوب. بریم اسلاید بعدی. در اینجا میخوایم در مورد مجموعه مرجع صحبت کنیم. عنوان مناسب برای مجموعه مرجع خانه تمام مجموعه ها. یعنی بچه ها مجموعه مرجع تمام مجموعه ها تو دلش قرار میگیره و به عبارت دیگه بزرگترین مجموعه که در یک سوال ازش مطرح میکنیم. مثلا نگاه کنید، فرض کنید مجموعه A مساوی است با 1 2 و 3، مجموعه B مساوی است با 5 6 و 1. خب طبیعتاً برای این دوتا مجموعه مرجع مجموعه است که شامل همه اینا باشه، یعنی 1 و 2 و 3 و 5 و 6. اوکی؟ یعنی بچه ها الان در دل مجموعه مرجع، حتی مجموعه مرجع توی این مثالی که الان زدم میتونه بزرگتر هم باشه ها، مجموعه های دیگه قرار میگیره. وقتی یه مجموعه تو دل یه مجموعه قرار میگیره، الان نگاه کنید A در دل M قرار داره، پس میتونیم بگیم A زیر مجموعه M. B در دل M قرار داره، پس مجموعه B زیر مجموعه M. هر عضوی من توی اینا بنویسم، نگاه کنید 0 1 5 2 3 7 9 8 4. خب اینجا مثلا 11 منفی 20 رادیکال 3 عدد P بعد و موارد مختلف. الان نگاه کنید مجموعه A 0 و 1 و 5 رو داره، 0 و 1 و 5 در این حال تو مجموعه M هم حضور داره. خب حتی مجموعه M میگم میتونه اعضای بیشتری هم داشته باشه. بسیار خوب. بریم سراغ اسلاید بعدی. اسلاید بعدی در مورد متمم مجموعه ها داره صحبت میکنه. حالا متمم یک مجموعه اونور سکه هر مجموعه است، یعنی روی دیگر سکه در متمم به نمایش قرار داده میشه. خب ما متمم رو چطوری میتونیم پیدا کنیم؟ دقت کنید بچه ها، متمم مجموعه آ یعنی چی؟ متمم مجموعه آ مجموعه خودش که تمام اعضای متمم در مجموعه مرجع حاضرن ولی تو مجموعه آ حاضر نیستن. نمایش بصریش رو دقت بکنید. خب الان با مثال عددی در همین نمایش بصری با هم صحبت میکنیم. فرض کنید من عددهای مختلفی دارم، مثلا 5 5 3 منفی 1 رادیکال 7 2 9 و 4. خب اعضای مجموعه آ رو بگید. اعضای مجموعه آ مشخصه، 2 بله 4 و 9.
خب آ پریم یا متمم مجموعه آ با علامت پریم بالاش میشه چی؟ میشه هر چیزی غیر از آ. هر چیزی غیر از آ یعنی آقا 2 و 9 و 4 رو ننویس. چی رو بنویس؟ 3 و 5 و منفی 1 و رادیکال 7 میشه متمم مجموعه آ. بسیار نکته مهمیه این مسئله ها. بنابراین آ پریم یعنی هر جایی یا هر عضوی غیر از آ. خیلی ساده. به زبان ریاضی آپریم یعنی چی؟ آپریم یعنی ایکس هایی که ایکس هایی که در مجموعه مرجع هستند ولی در مجموعه آ نیستند. بنابراین اگر بخوام این زبان ریاضی رو فارسی براتون بیان کنم میگم ایکس هایی که در ام هستند ولی در آ نیستند. بسیار خوب. اما 4 تا نکته از این عبارت هایی که گفتم به دست میاد که بسیار در حل مسئله ها کمک میکنه. من نکات رو این طرف در قسمت یادداشت توضیح میدم. خب متمم مجموعه مرجع چی میشه؟ متمم مجموعه مرجع میشه هر جایی غیر از مرجع. هر جایی غیر از مرجع میشه تهی. متمم مجموعه تهی چی میشه؟ میشه هر جایی غیر از تهی. هر جایی غیر از تهی میشه چی؟ میشه مجموعه مرجع. این دوتا بسیار مهمه. و یه نکته، اگر یه مجموعه رو 2 بار متمم کنیم یعنی مجموعه آ 2 بار متمم بشه عین منفی عمل میکنه میشه خود مجموعه آ. و در نهایت اگر 2 تا مجموعه با هم برابر باشن متمم هاشون هم با هم برابرن. یعنی آ وقتی با بی برابره متمم هاشون هم با هم برابرن و برعکس. یعنی هم به صورت رفت هم به صورت برگشت وجود داره. از این 4 تایی که گفتم این 3 تا بسیار بسیار پر اهمیته. بریم یک مثال ببینیم. دقت کنید. اگه مجموعه M، خب M یعنی کی؟ یعنی مرجع. حالا بچه ها مرجع رو با یو هم نمایش میدن ها. باشه این عبارت. مجموعه B باشه این یکی عبارت. خب مجموعه B پریم رو به دست آورید. چشم. بریم مجموعه M. چی رو میخواد؟ 2 کاهایی رو میخواد که کا عدد طبیعی باشه. دقت، عدد طبیعی یعنی 1 2 3 به بعد. خب 2 کا یعنی اینو بردار بیار بذار به جای کا. پس M می شود 2 یکی 2 تا 2 2 تا 4 تا 2 3 تا 6 تا 2 4 تا 8 تا همینجوری تا آخر. پس این میشه مجموعه مرجع. همین سادگی. اوکی. خب مجموعه B چی میشه؟ میگه 4 کاهایی رو میخوام که کا عدد طبیعی باشه. عدد طبیعی یعنی 1 2 3 همینجوری تا آخر. خب اینو میاریم داخل این مجموعه قرار میدیم. داخل 4 کا قرار میدیم. پس B چی میشه؟ B میشود 4 یکی 4 تا 4 2 تا 8 تا 4 3 تا 12 تا همینجوری تا آخر. خب خیلی ساده است. متمم B یعنی به پریم می شود چیزهایی که در مرجع هست ولی در B نیست. بریم ببینیم چه چیزهایی در مرجع هست در B نیست. الان نگاه کنید. خب 2 در مرجع هست در B نیست پس 2 میشه تو بپریم. 4 در مرجع هست در B هم هست 4 رو نمی نویسیم. 6 در مرجع هست در B نیست 6 رو می نویسیم. 8 در مرجع هست در B هم هست این هم نمی نویسیم. خب طبیعتا عدد بعدی اینجا می شده 10 که من ننوشتم. 10 در مرجع هست در B نیست پس 10 رو هم می نویسیم. دیگه بقیهش رو قابل حدسه. نگاه کنید 2 شده 6 6 شده 10 چند تا رفته؟ آفرین 4 تا 4 تا رفته. بنابراین مجموعه به پریم به این صورت می شود که برای اینکه بعضی از بچه ها ممکنه
هنوز نمایش ریاضی مجموعه رو یاد نگرفته باشن، اینو به صورت ریاضی نمایش میدم. چون فاصله بین اعداد ثابته 4 تا 4 تا رفته، بنابراین الگوی مجموعه به پریم میشود 4K، به طوری که این 4 چی بشه 2. آفرین، 2 تا بعد ازش کم بشه، 4K منهای 2 میشه الگو. حالا به طوری که خب بچه ها به عبارت 4K منهای 2 چند بدیم عضو اول ساخته میشه. همه گره ها دست عضو اوله. به 4K منهای 2 اگه 1 بدید میشه 4 یکی 4 تا منهای 2 میشه 2. 1 بدید ساخته میشه. پس K باید عددی چی باشه؟ طبیعی باشه. به همین سادگی. و چون ادامه داره دیگه ما سر تا هم براش قرار نمیدیم. در نهایت بچه‌های عزیز توی این ویدیو یاد گرفتید که بعضی از مجموعه ها، البته اینجا اعضا رو اشتباه قرار داده، من حالا اسامی رو درست میکنم، اولی N، دومی W، بعد Z، بعد Q. به این صورت مجموعه های مهم، مفهوم تساوی وقتی دوتا مجموعه با هم مساوی هن که زیر مجموعه همدیگه باشن، یعنی هر عضوی از A در B و هر عضوی از B در A باشه. مجموعه مرجع جهان هستی هر مجموعه های بزرگه و متمم هر مجموعه در قسمت آخر دارید میبینید هر جایی غیر از مجموعه A میشه متممش، یعنی A'، که طبیعتا نسبت به مجموعه مرجع گفته میشه. خب کارمون با قلم نوری تمومه. خب خیلی ممنون که ما رو تا اینجا همراهی کردید. در جلسه آینده در مورد اجتماع، اشتراک و تفاضل مجموعه ها با هم صحبت میکنیم. اگه این ویدیو برات مفید بود، لایک و سابسکرایب یادت نره. ما رو به دوستاتون معرفی کنید. فعلا.